بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به نشر نوبتی برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی. امروز 8 نوامبر است و چون همیشه نخست از سرخطی موضوعها شروع می‌کنیم. در هلند بعد قوازمایی آیاکس آمستردام و مکبی تل‌آویو هواداران دسته اسرائیلی فوتبال مورد حمله به قبل مقامداران ضد سامی قرار گرفتند. ما با جنگ کاری نداریم. ما هوادار مکبی تل‌آویو هستیم. نظر ساکنان تاجیکستان درباره فعالیت افسران میلیسا که روز 10 نوامبر جشن کسبی دارند. و همچنین سیر خواهیم داشت به روی سیرچنگ و غبار و دشوارگذاری ناحیه کوهستان مسجوعی ولایت سوخت. امسال 12 تن 10 تن امسال من این بار گرفتم میام همیلا دهمید با میمانه دهمه رها. ولی سراتف کاری مهاجران در کوریری را منع کرده است. حکومت این ولایت تصمیم گرفت جلب شهروندان خارجی را با کار طبق پتنت در یک قطار بخش‌ها تا آخر سال 2025 دراز کند. دفتر مطبوعات ولایت میگوید به این روی خط فعالیت بارسانی و یا کوریری نیز داخل کرده شد. ماه اپریل سال 2024 مقامات سراتف تا 1 ینوری سال 2025 راندن نقلات جمعیتی و تاکسی اینچنین کار در مؤسسه‌های خوراکواری را به خارجیان منع کرده بودند. به قول مقامات چنین محدودیت‌ها با هدف تامین امنیت شهروندان و حمایت بازاری کار کرده می شود. مسئولین ضرورت محدودیت را به امور خدمات مهاجرت درباره افزایش شهروندان خارجی و فعالیت غیرقانونی آنها اساسناک نمودند. بنا به اطلاع امور رسمی این منطقه سال 2021 به ولایت سمر بیش از 71,000 مهاجر داخلی و خارجی برای کار و زندگی رفته است و اکثر مهاجران خارجی شهروندان تاجیکستان و قزاقستان بودند. دیشب مرکز شهر آمستردام پایتخت هلند ناآرام بود بعد قوازمایی دسته‌های فوتبال آیاکس محلی با مکبی تل‌آویو برخوردهای هواداران فوتبال جای داشتند. سیاستمداران هلندی حمله جوانان محلی به هواداران دسته اسرائیلی فوتبال را محکوم کردند. منصبداران اسرائیلی میگویند بعد حمله مکانی بود و بوش 3 نفر نامعلوم بوده 10 کسی دیگر جراحت برداشته است. حکومت اسرائیل از شهروندانش در هلند خواسته است که توسط نقلات جمعیتی به فرودگاه روند و در آنجا هواپیماهای خاص آنها را به وطن انتقال می‌دهند. تفصیلات در گزارش اسکندری خواجه میرزاده. سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو میگوید برای بازگردان هواداران دسته فوتبال مکبی تل‌آویو 2 هواپیما فرستاده است. به قبل نتانیاهو و سروزیر هلند دیک سخوف دیروز در شهر آمستردام بعد قوه‌آزمایی دسته‌های مکبی تل‌آویو و آیاکس محلی هواداران دسته اسرائیلی با حمله به اصطلاح ضد سامی مواجه شدند. پلیس هلند میگوید بعد زنازنی جوانان آمستردام و هواداران مکبی 57 نفر بازداشت شده است. قوه‌آزمایی آیاکس با مکبی در چارچوب لیگ اروپا با حساب 5-0 به فایده آیاکس خاتمه یافت. پلیس تاکید میکند که بازی آرام به انجام رسید ولی بعد در دوام شب در مرکز آمستردام برخوردها به قید گرفته شدند. ما با جنگ کاری نداریم. ما هوادار مکبی تل‌آویو هستیم. پیشتر از آن یک گروه جانبدار فلسطینیان میخواست در نزد ورزشگاه آمستردام به مقابل حضور دسته فوتبال اسرائیلی گرد همایی اعتراضی برپا کند ولی مقامات با اشاره به نگرانی‌های امنیتی در رابطه با موج خشونت در خاورمیانه به برگزاری جمع آمد اجازت ندادند. با آغاز عملیات ارتش اسرائیل در غزه گردهمایی‌های ضد اسرائیلی در گوشه‌های مختلف عالم و از جمله اروپای غربی دایر شدند. این عملیات بعد حمله گروه حماس که از طرف ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود شروع شد. 7 اکتبر سال 2023 حماس به قلمرو اسرائیل حمله نموده صدها نفر را کشته و صدها نفر دیگر را به گرو گرفت. ماه‌های اخیر عملیات اسرائیل به جنوب لبنان نیز توسعه یافته است. هدف ارتش اسرائیل گروه حزب الله است که از طرف ایالات متحده آمریکا همچون سازمان تروریستی شناخته می شود. اتحاد اروپا تنها جنای حربی حزب الله را همچون سازمان تروریستی اعتراف کرده است.
در تاجیکستان همساله 10 نوامبر همچون روزی ملیسای توجیک جشن گرفته می شود. رادیو آزادی در عرفه این سنه از راهگذران پرسید که وظیفه اساسی ملیسا از چه عبارت است. به نظر آنها کارمندان حفظ حقوق وظیفه خود را خوب اجرا می کنند. پاسخ به این و دیگر سوالهای مربوطه را در نظرخواهی همکارانم در دوشنبه می بینیم. میلیسیا البته حمایتگری خلق شده نشتکار، طرفدار شده نشتکار، همه جا به ترتیب شده نشتکار. مثال یا خیلیشون خانه ندارن یا خیلیشون وای همین چیزا به نگاه کرده و مشکلشون آسان کنن اگر با خوبتر میشد و با کارشون با نظم میره. همین در نظر داشته باشن که اینا هم نماینده های خلقند، از مردمند. یعنی که همین مردمی که میگردن برای اینا برادر خواهران اینا حمایتگر شونن، همین وظیفه شون فراموش نباید کنن. خود پیدا شدن میلیسیا در کوچه این پروفیلاکتیک است. من فکر میکنم که کارمندان اکثریت کارمندان مقامات حزبی از اون جون میلیسیا وظیفه خودشون را به خوبی میبرن از وظیفه خودشون. البته منم میخوام فرزند من میلیسیا شود، لیکن میلیسیا شود که مثلا همه خدمت وطن کند، حقیقت کار کند برای وطن. از نگاه من آنها هم مسئول هستند، برای باوری کردن وظیفه دادن، جامعه به آنها معاش میدهد، باید که وظیفه جانی خود را اجرا کنند در نزد خلق مردم. من هم خیلی اسمت میام. تنجی است، مال تنجی در کو، تنجی برشیده. برای تنجی کارگاه میلیسیا همیشه موردیم برای خدا همیشه چه سلامت باشه. بینندگان عزیز، اگر شما نیز درباره کار میلیساهای توجیک گفتنی دارید لطفاً زیر این برنامه نویسید. ای هموطن عزیزتر از جان، ای یوسف امروزین کنعان، بیرون ز وطن چه حال دارید؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی‌های مهاجرت آگاه هستید و می‌خواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی به محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیاتی. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. یک تحقیقات دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در افغانستان معلوم کرده است که در سرحدهای شمالی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان کشت مواد مخدر بیشتر شده است. بنا به گزارش‌های پیشین حکومت تاجیکستان، بعد یک مدت کاهش از سالهای اخیر حجم مصادره مواد مخدر از دست قاچاقبران باز هم افزایش یافته، سال 2023 نزدیک 50 از دسته تن را تشکیل داده است. رادیو آزادی در یک صحبت با سلامه فلوری، سخنگوی سازمان ملل در امور مبارزه با مواد مخدر در شهر تاشکند پرسید آیا آنها واکنش مقامات تاجیکستان را در این زمینه دارند؟ هنوز نه. گزارش روز 6 نوامبر نشر شد. وظیفه اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در آگاه سازی حکومت‌های آسیای مرکزی و همچنین ایران و پاکستان است چنین تمایل و تغییرات می باشد. ما با آنها از نزدیک هم در مسائل آگاهی از کشت و هم دادن معلومات آید به قاچاق مواد مخدر همکاری میکنیم. کار ما از جمع‌آوری و تحلیل معلومات عبارت است. اکثر حکومت‌ها از ادامه یابی قاچاق مواد مخدر اساساً نوع‌های افیون، هروئین و متامفتامین خبر می‌دهند. سوال دیگر این بود که آیا سببی در شمال افغانستان به کشت کوکنور رو آوردن کشاورزان رو در چی می‌بینید؟ It's hard to say, but in any case, farmers are engaged in cultivating opium poppy because دشوار از گفتن، ولی برای بسیاری ها بجز کشت کوکنور گزینه دیگری وجود ندارد. در قیاس با دیگر نوع‌های محصولات کشت کوکنور به آنها درآمد خوبی می‌دهد. وقتی ما در تحقیقات پیشین مقایسه کردیم که مثلا از کشت گندم و کوکنور درآمد آنها تا چه حد فرق می‌کند، دیدیم که تفاوت خیلی کلان است. پیش از همه سبب در نبود گزینه بهتر است، چون درآمد از آن خراجات عائله‌های کشاورزان را می‌پوشاند. تشکر. شکل مفصل صحبت‌های یک مسئول اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل سلامه فلوریس را کمی بعدتر در سامانه رادیو آزادی میتوانید بخوانید. من باشد برنامه را ادامه میدهم.
کی روی کوهستان مسچو تا مرکز نویه عینی آباد می شود. این سال است که ساکنان این نویه دوردست تاجیکستان و دههای همجوار نویه عینی سالها باز از مقامات می پرسند. اما هم در دوران شوروی و هم در 34 سال استقلالیت به آن پاسخ ضروری دریافت نمی کنند. این حالت باعث مرگ صدها مسافران و آسیب‌های سخت تکنیکی و اقتصادی رانندگان و تاجران گشته است. گزارش همکارم فرزان محمدی از این راه خطرناک. این راه پرچنگ و غبار و خطرناک به ناحیه کوهستان مسچاه میبرد. درازی آن از مرکز ناحیه عینی تا درآمدگاه ناحیه مسچاه کوهی تقریبا 70 کیلومتر است. ولی رانندگان میگویند باری هم آن را اداره راهسازی منفرج نکرده است. با نزدیک شدن فصل زمستان این ترس و بیم ساکنان از راه ماشینگذر بیشتر می شود، زیرا بارها در این ایام راه ها محکم می شوند یا بر اثر لغزش به پستی ها سرازیر می گردند. در زمستان بسیار این راه وزمین است. بسیار ماشین ها از اون می کشند، بعضی در برای برآمدن می مانند و همین وزن مثلا 12 تن 10 تن مثلا من این بار گرفته می بیام، همین در همین واقع می مانند در همین راه ها. بسیار همین راه ها با مشکلی از واش مولند. یارز میفرود در اینجا سیل میاد. این راه همه وقت خطرناک. تا روی کوهستان برای من همین راه افغانگرد نوعی کوهستان مسچو شب و روز کار کردیم. برای زمستان گذرانی من قم و نمک و تیار کردگی برای زمستان گذرانی من همین راه با ریخته میریم. بی ممنوعیت راننده گذشته رفتار میکنند. حاضر راستش میکنند، مثال همه تشکیلات یک بارون میشد عقیده میکنند که یک سال باز همین تراکتور یا یگان ماشین همین راه نمیره، برای اینکه همین که بارون شد شغل سنگ میبره راه محکم عقیده میکنند کار نشه، نه که شب و روز همین راهسازا راه تازه میکنند. راه از هر جهت به ساکنان منطقه گرانی آورده است. راننده ها و تاجران که از این راه میگذرند میگویند به سبب سختی راه زیان اقتصادی میبینند. نقلیات اسکندر محمودوف بارها در این راه شکسته است، اما برای دریافت روزی از شهر استرافشان مجبور است مال و کالا آورده فروشد. پیش من اوپل که آمدگی بودم اینجا به من این درد با موندم موتور زده سرسانم برآمده 3-4 شب من چایخانه ایرپورت به خور رفته کم از بارکر وقت بودگیم هست. گنده از تا مچای میبرم گنده از را همین تا مچای جایی همین 60 کیلومتر به 5-6 ساعت میبریم. این مسیر را در زمان شوروی برای پیوند شدن مردم منطقه به مرکز ساختند، ولی از آن زمان تا حال منفرج‌کنی و بخطری راه را به مسافران مهیا نکردند. مسئولان وزارت نقلیات در منطقه گفتند که لایحه بنیاد راه را کشیدند و با دریافت سرمایه‌گذار آن را بنیاد میکنند. این جنده الان کندنی‌های فایده‌ناک زیر زمینی رام هایدیم مثال همین سال شد این چیزها بسیار میشه. همین پلان گرفتن که راه تا همین شهری که مهران گویم راه اسفالت ماشینگر راست میشه. اگه خدا خواهد گفتن همه سال نمیگفتن زندگی کردن حال هم ما به امید که خدا خواهد میشه صاحب راه میشیم. ناحیه کوهستان مسچو تقریبا 30,000 اهالی دارد و منطقه اگراری به حساب می رود. محصولات دهقانان این منطقه را تقریبا به همه مناطق تاجیکستان و حتی بیرون از آن انتقال می کنند. از یک سمت با جمهوری قرقیزستان هم مرز دارد. ولی با این وجود دور از توجه ماندن شرایط راه ساکنان آن را نگران کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه کوهستان مسچو. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دونالد ترامپ را به غلبه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا تبریک کرده است. پوتین گفته است درهای مسکو برای گفتگو با رهبری نو آمریکا باز است. تبریکات پوتین به ترامپ 7 نوامبر در همایشی در شهر سوچی صدا داد. تفصیلات را در وبسایت ما پیدا کنید. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم انجام یافت. تشکر که تا با این برنامه ما را تماشا کردید. البته خبر از این بیشتر و چون همیشه در وبسایت azadi.org و صفحه رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام تلگرام، تیک توک و یوتیوب دسترس کردن میتوانید. استراحت خوب داشته باشید. خدا نگهدارتان.